سال 2025 داره تموم میشه، اما ماه اول 2026 اصلاً معمولی نیست. ژانویه‌ای در راهه که جوجوتسو کایزن، فریرن و اوشینوکو همگی توی یه ماه برمیگردن، کنار فیلم ها و انیمه های اورجینالی که قرار کل فصل زمستون رو بهتر کنن. اینقدر برنامه ها توی این فصل فشرده است که میتونه یکی از بهترین فصل های پخش انیمه توی چند سال اخیر باشه. توی این ویدیو قراره بریم سراغ انیمه های مورد انتظار این فصل، یعنی زمستون 2026. فقط یه نکته کوتاه قبلش، تاریخ ها اکثرا رسمی هستند، ولی مثل همیشه احتمال تأخیر وجود داره. حالا وقت رو تلف نمی کنیم و میریم سراغ لیستمون. شماره های لیست رو هم طوری چیدم که هم برای فنهای جدی و هم برای بیننده های تازه کار جذاب باشه. شماره 1، فصل سوم جوجوتسو کایزن. یه عنوانی که لازم نیست زیاد معرفیش کنم. داستانش رو هم که احتمالاً همتون میدونید. ولی اگه کسی نمیدونه باید بگم که کلیتش حول محور مبارزه افرادی به اسم جادوگر و موجوداتی به اسم نفرینه. این انیمه با فصل اول و دوم به محبوبیت بالایی رسید. فصل اول توی سال 2020 منتشر شد، 24 قسمت داشت و تونست امتیاز 8.4 الی 8.6 رو توی IMDb به دست بیاره. فصل دوم فراتر رفت. 3 سال بعدش یعنی 2023 اومد و با 23 قسمت تونست امتیاز 8.9 الی 9 رو از 10 توی IMDb به دست بیاره. حالا بعد از آرک بزرگ شیبویا توی فصل دوم، فصل جدید جوجوتسو کایزن قرار وارد بازی بشه. فصلی که هم از نظر نبردها و هم از نظر ضربه احساسی یکی از سنگین ترین آثار 2026. طبق اعلام های رسمی تاریخ پخش این فصل 8 ژانویه 2026 که میشه 18 دی ماه امسال. یعنی ژانویه یا همون دی ماه خودمون عملاً با یکی از بزرگترین فرانچایزهای شونن باز میشه. اگه دنبال انفجارهای اکشن و آرک‌های با مقیاس بزرگی، این یکی باید توی صدر لیستتون باشه. مورد بعدی توی لیست فصل دوم انیمه فریرنه. یه اثر احساسی و متفاوت که فصل اولش از طرف مخاطبا به شدت تحسین شد و حالا فصل دومش برای 16 ژانویه 2026 یا همون 26 دی ماه برنامه ریزی شده. داستان این انیمه هم خیلی جالبه. دیدید که مثلا فلان انیمه با ظهور پادشاه شیاطین و تشکیل گروه قهرمان شروع میشه؟ چیزی که تو خیلی از انیمه‌ها دیده میشه. این انیمه دقیقاً برعکسشه و دقیقاً با مرگ پادشاه شیاطین و جدا شدن اعضای گروه قهرمان از همدیگه شروع میشه. شخصیت اصلی هم یه الف به اسم فریرنه که همگروه سابق قهرمانه. اون بعد از اینکه سفرش با گروه قهرمان تموم میشه و پادشاه شیاطین شکست میخوره، یه سفر دیگر رو شروع میکنه. سفری که از نظر خودش زیاد طول نمیکشه، چون خودش به عنوان یه الف طول عمر خیلی زیادی داره. ولی وقتی برمیگرده میبینی که همه اعضای گروهش به خاطر کهولت سن دارن میمیرن و این باعث میشه که فریرن یه بار دیگه به زمان و طول عمر خودش نگاه کنه. بعدش سفر خودش رو تموم میکنه و یه سفر دیگر رو توی دنیای انسان‌ها شروع میکنه. فصل اول این انیمه توی سال 2023 پخش شد و 28 قسمت همراه با یک قسمت ویژه 2 ساعته داشت. استودیوی سازندش مدهاوس بود و باید بگم که ترکوند. امتیازهای IMDbش کلاً از 8.5 الی 9 پایین‌تر نمی اومدن و به جز اون کلی جایزه دیگه هم توی رویدادهای مخصوص انیمه به دست آورد، مثل بهترین انیمه سال، بهترین شخصیت زن فرعی، بهترین کارگردانی، بهترین انیمه فانتزی و کلی جایزه دیگه که توی این لیست جاش نیست بگم. این انیمه بیشتر از این که صرفاً اکشن باشه، یه روایت عمیق درباره زمان، خاطره و معنای زندگی ارائه میده و این دقیقاً همون چیزی که فریرن رو از بیشتر فانتزی ها جدا میکنه. پس اگه دنبال یه تجربه احساسی فانتزی هستید که گاهی اشک انگیز هم میشه، پیشنهاد میکنم که این مورد رو از دست ندید. سومین مورد لیستمون میشه فصل سوم اوشینوکو. اگه بخوام یه توضیح ساده از این انیمه بهتون ارائه بدم، باید بگم که مثل سریال دبویز برای دنیای انیمه است. چطور توی اون سریال مثلا می اومدن پشت صحنه کثیف دنیای قهرمانی و قهرمان‌ها رو نشون میدادن، توی این انیمه همین کار رو انجام میدن، یکم ملایم‌تر و با این تفاوت که پشت صحنه دنیای سینما و سلبریتی ها رو نشون میده. و جالب اینه که بدونید این انیمه یکی از انیمه‌های تناسخی محسوب میشه. یعنی از همون انیمه‌هایی که شخصیت اصلی میمیره و تو بدن یکی دیگه دوباره به زندگی برمیگرده. داستانش هم از این قراره که یه سلبریتی به صورت مخفی میاد توی یه بیمارستان زایمان کنه
چرا این کارو مخفی انجام میده؟ چون هویت بابای بچه‌هاش اصلا معلوم نیست و اون اصلا ازدواج نکرده و کلاً 16 سالشه. بعد وسط این ماجرا دکتری که مسئولش میشه طرفدار اون سلبریتی عذاب در میاد و طی یه اتفاق درست روزی که قرار زایمان انجام بشه دکتر از یه ارتفاعی بیفته و همونجا میمیره. و درست وقتی که خودش فکر میکنه دیگه به آخر خط رسیده یهو چشماشو باز میکنه و با چیزی روبرو میشه که هیچ وقت فکر نمیکرد واسش اتفاق بیفته. اونم اینه که داخل بدن یکی از بچه‌های اون سلبریتی تناسخ پیدا میکنه. بچه‌هایی که دو قلو بودن و از قضا اون یکی هم یکی دیگه از طرفدارای دو آتیشی اون سلبریتی بوده. داستانش اینجوری شروع میشه، اما موضوع اصلیش جاییه که جلوی چشای این بچه‌ها مادرشون با یه چاقو به قتل میرسه و اینجا همه چی شروع میشه. در جریان انیمه هم ما تلاش بچه‌ها رو برای پیدا کردن قاتل و پدر واقعیشون و حقیقت پشت ماجرا میبینیم. فصل اولش سال 2023 با یه قسمت ویژه 1.5 ساعته شروع شد و کلاً 11 قسمت داشت. تونست به محبوبیت خوبی برسه و امتیازهای 8.3 تا 8.4 از 10 رو از IMDb به دست بیاره. یکی از محبوبیت‌هاش مخصوصاً واسه آهنگ تیتراژ بود و اگه طرفدار انیمه باشید یادتون میاد که اون موقع کلاً توی بازی آهنگ تیتراژش خیلی ترند شد. فصل دوم این انیمه هم توی سال 2024 با 13 قسمت پخش شد و اونم دوباره محبوبیت فصل قبل رو ادامه داد و تونست امتیازهای 8.5 تا 8.7 از 10 رو از IMDb به دست بیاره. فصل جدیدش هم برنامه‌ریزی شده که 14 ژانویه 2026 یا همون 24 دی ماه امسال پخش بشه و میره سراغ آرک استرابری پروداکشن از مانگا. این آرک داستانی از لحاظ درام، رمز و راز و تنش جزء مهمترین بخشای کل مانگا محسوب میشه و طرفدارا حسابی برای دیدنش هیجان دارن. انیمه بعدی لیست فصل سوم فایر فورسه، البته پارت دوم این فصل. این انیمه تا الان 2 تا فصل و پارت 1 فصل سوم رو منتشر کرده. فصل اول سال 2019 منتشر شد و با 24 قسمت تونست امتیاز 7.6 از 10 رو از IMDb بگیره. فصل دوم هم یه سال بعدش یعنی سال 2020 اومد و با 24 قسمت دوباره همون امتیاز 7.6 رو از IMDb به دست آورد. بعد از این 2 فصل به فصل سوم و فصل پایانی این اثر میرسیم که پارت اولش با 12 قسمت تو آوریل 2025 یعنی فروردین 1404 منتشر شد. پارت دومش هم برنامه ریزی شده که 10 ژانویه 2026 یا همون 20 دی ماه امسال منتشر بشه. پارت اول فصل سومش که به موفقیت خوبی رسید و بعضی از قسمت‌هاش تونستن که امتیازها رو به 9.3 از 10 هم برسونن که نشون میده هم داستان به اوج خودش رسیده هم کیفیت کار بالا رفته. پیش بینی میشه که توی پارت دومش حتی از این هم فراتر بره، اما فعلا چیزی مشخص نیست و باید صبر کنیم تا بیاد. اثر مورد انتظار بعدی یک انیمه سریالی نیست بلکه یک فیلم انیمه‌ایه، یعنی انیمه سینمایی کازمیک پرنسس کاگویا. یه فیلم اورجینال با موجی از خلاقیت. ژانرش موزیکال فانتزی و علمی تخیلی و قراره که توسط نتفلیکس توزیع بشه. سازنده هاش هم وعده دادن که قراره برداشت نو و بزرگی از افسانه کاگویا ارائه بدن. داستان این انیمه رو که احتمالاً انیمه بازها بشناسن، مخصوصاً اگه انیمه سینمایی شاهدخت کاگویا رو دیده باشن که برای سال 2013 راجع به شاهدختیه که از کره ماه میاد رو زمین و عاشق میشه و دلش نمیخواد که دوباره برگرده، اما میان و به زور اونو برش میگردونن. یه خلاقیتی هم اومدن سر داستانش انجام دادن، اونم اینه که داستان رو که برای زمانهای خیلی قدیمیه رو میان توی زمان آینده روایت میکنن. یعنی دیگه قرار نیست مثلا بریم توی دوران قدیم ژاپن و توی اون دوران روایت این شاهزاده رو ببینیم، بلکه انیمه توی آینده نزدیک روایت میشه و توش مثلا دنیای مجازی و اینجور چیزا داره. البته اینم بگم که چون پروژه اورجیناله تا زمان اکران همه چی میتونه تغییر کنه. قرار شده که طبق برنامه‌ریزی توی 22 ژانویه 2026 یا همون 2 بهمن امسال اکران بشه و 2 ساعت و 23 دقیقه هم تایمشه. برای کسایی که دنبال انیمه های سینمایی متفاوت هستن این گزینه جذابیه. تا اینجا بجز انیمه سینمایی کاگویا همه آثار لیستمون فصل‌های جدید انیمه‌های محبوب بودن. اما بذارید برای 2 مورد آخر لیستمون بریم سراغ انیمه‌های سریالی جدید که تازه قرار فصل اولشون منتشر بشه. یکیشون از روی یه مانگا و اون یکی از روی یه مانهوای کره‌ای اقتباس شده. اجازه بدید اول بریم سراغ اثری که از روی مانگا اقتباس شده، یعنی انیمه The Darwin Incident
که ترجمه اسمش میشه حادثه داروین. مورد انتظاره چون مانگای بسیار محبوبی داره که تونسته جوایز متعددی رو مثل جایزه بزرگ مانگای تایشو که یکی از معتبرترین جوایز مانگای ژاپنی به دست بیاره. طبق چیزی که مشخص شده این انیمه یک تریلر روانشناختی، یک درام اجتماعی و علمی تخیلیه. داستانش هم توی دنیای مدرن امروزی رخ میده، جایی که موجودی به اسم چارلی اشتاین خلق میشه که یک دورگه نیمه انسان نیمه شامپانزه است و توی یک پروژه غیرقانونی توسط یک سازمان افراطی آزادی بخش حیوانات به دنیا اومده. این توسط پدر و مادر خونده خودش بزرگ میشه و توی 15 سالگی برای اولین بار وارد یک دبیرستان عادی توی میسوری آمریکا میشه. داستانش هم به مفاهیمی مثل تبعیض و ایدئولوژی و تضادهای عمیق اجتماعی میپردازه. برنامه ریزی شده که 7 ژانویه 2026 یا همون 17 دی پخش بشه. آخرین مورد این لیست ترورمنه و همونطور که گفتم از روی یک مانهوای کره‌ای ساخته شده. داستان در مورد پسریه که یه توانایی عجیب و ترسناک داره. اون میتونه قبل از وقوع حوادث بدشانسی‌ها و فاجعه رو اطراف آدم‌ها ببینه. اما دیدن آینده به این معنی نیست که میتونه قهرمان باشه. این پسر هر بار که سعی میکنه جلوی یه فاجعه بزرگ رو بگیره، از نگاه رسانه‌ها مردم تبدیل میشه به چیزی که ازش متنفرن، یک تروریست. و سوال اصلی اینجاست، اگه برای نجات هزاران نفر مجبور شی چهره یه هیولا رو به خودت بگیری، واقعا آدمبری داستان کیه؟ داستان انیمه ترورمن قراره پر از مفاهیم سنگین مثل اخلاق، فداکاری، قضاوت اجتماعی و خط باریکی بین قهرمان و جنایتکار باشه. فضای تیره، روایت جدی و پایان بندی های شوکه کننده باعث شده که خیلی ها این اثر رو یکی از بهترین آثار اکشن روانشناسی بدونن و افراد زیادی هستن که منتظر پخش انیمش هستن. پخشش هم برای ژانویه 2026 که همون ماه‌های دی و بهمن امسال برنامه‌ریزی شده و طبق شایعاتی که میگن قراره توی استریم تیوی آینجی که یک پلتفرم استریم کره‌ای پخش بشه. لب کلام اینه که ژانویه 2026 که همون بهمن و دی امسال میشن یک موج عظیم عرضه داره. فصل‌های دنباله‌دار بزرگ مثل جوجوتسو کایزن، فریرن و اوشینوکو کنار فیلم‌ها و عناوین اورجینال قرار گرفتن و این ترکیب باعث شده خیلی از پلتفرم‌ها و استودیوها برای رقابت کامل وارد بشن. در واقع منتظر یه ماه تاریخی برای انیمه ها باشید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد میتونید لایکش کنید و اگه پیشنهادی داشتید تو قسمت کامنت ها بهم بگید. میبینمتون.